با سلامی گرم از پراگای سرد از من شعله گلخوجه به همه شما عزیزانی که این لحظه ها رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم در آغاز یک روز نو یا روز یک شنبه 16 دکبر در کنار شما، در روبروی شما و سپاس میگویم که چند دقیقتون رو هر روز به ما میبخشید تا اینکه خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو بشنوید و امیدوارم که امروز نیز با ما خواهید بود تا چند دقیقه دیگر و تا آخر صحبت. خب قبل از اون که من با خبرهای در دست داشتم رو بیارم، نگاه میاندازیم به وضع باد و هوای کشور. امروز پیش بینی می شود که در پراگ برف بارد و حرارت هوا زیر صفر برود. در مسکو پایتخت روسیه هم هوای برفی در نظر است. احتمال دارد که خنکی هوا 11 درجه را تشکیل بدهد. هوای دوشنبه رو امروز آب و هواشناسان آفتابی پیشگویی می کنند گرمی تا 12 درجه خواهد رسید. خب از باد هوا گفتیم و اکنون شروع میکنیم به تقدیم خبرها. کتاب فرهنگ عربی و توجیکی سرخودم مرکز سینوشناسی اکادمی علمای توجیکستان دکتر علمای فیلولوژی پروفسور سید رحمان سلیمانی در بخش بهترین فعالیت در ساحه ترجمانی و فرهنگ نگاری سزاوار مقام اول گردید. دور سفارت جمهوری توجیکستان در دولت قطر خبر می‌دهد از 11 تا 12 دکبر در پایتخت قطر شهر دوحه کنفرانس بین‌المللی ترجمانی و تفاهم بین‌المللی با حضور علمان و ترجمان‌های ورزیده، نمایندگان دایره‌های علمی بیش از 20 کشور جهان برگزار گردید. 12 دکبر سال روان در شهر دوحه مراسم رسمی سپردن جایزه شیخ حمد در ساحه ترجمانی و تفاهم بین‌المللی برگزار گردید. نماینده شخصی پدر امیر دولت قطر همچون نشان قدردانی از رشد علم و معرفت در توجیکستان و سهم علمان توجیک در تقویت رابطه‌های بین‌المللی جایزه مذکور را به پروفسور سید رحمان سلیمانی برای تالیف فرهنگ عربی توجیکی تقدیم نمود. ضمناً بینندگان عزیز، این کتاب نویسنده شناخته دستور عمل روی میزی ما کارمندان بخش توجیکی رادیو آزادی نیز هست. از این خاطر ما در نوبت خود از سوی رادیو آزادی و از جانب خودمان استاد عزیز را با این جایزه تبریک میگوییم و تشکر میگوییم که این گونه کتاب روی مفید را تالیف کرده است. در شهر دوشنبه یکی از مربیان خدمت نشان داده گوشتی در توجیکستان را دفن کردند که در نتیجه غارتگری و حمله دو جوان به هلاکت رسید. مراسم ویدو با ایوان پالیکوفی 82 ساله روز جمعه 14 دکبر در کلیسای نصرانی‌ها در شهر دوشنبه برگزار شد و او را همان روز در آرامگاه پیروان دین مسیحی در پایتخت توجیکستان دفن کردند. شهاب‌الدین منصورов یکی از شاگردان ایوان پالیکوف که او را در خانه‌اش نیم جان پیدا کرده به شفاخانه برده است به رادیو آزادی گفت که روز 8 دکبر دو جوان شبانه به خانه ایوان پالیکوف در نویه اسماعیل سامانی وارد شده اول به سر او با کرسی زده و سپس خانه‌اش را غارت کردند. ایوان پالیکوف بیشتر از نیم عصر در توجیکستان ورزشکاران توجیک را گوشتی یونانی و رومی درس میداد و برای خدمتش صاحب جایزه و افتخارنامه‌های زیادی شده است. مقامات انتظامی توجیکستان دو جوان و همسایه‌های ایوان پالیکوف را با اتهام دزدی دستگیر کردند و علیه آنها پرونده جنایتی باز شده است. شهاب‌الدین منصورов به رادیو آزادی گفت که ایوان پالیکوف بعد حمله 8 دکبر به کام افتاده و 5 روز در شفاخانه قریه بالا معالجه شد اما به هوش نیامده درگذشت. طبیبان گفتند که از ضربه کرسی سر مربی سابقه‌دار جراحت عمیق برداشته و خونریزی مغزی شده است. او سال 1936 در شهر تنبوف روسیه به دنیا آمده بود. استاد ورزشی توجیکستان 3 دفعه قهرمان توجیکستان آید به گشتی یونانی و رومی و 1 دفعه قهرمانی گشتی طرز آزاد شده است. زندگی با احساس ترس و هراس پیوسته خاصی دست کم 40% زنان توجیک بوده است. این نتیجه یک پرسش کمیته امور و سازمان‌های بین‌المللی است که معین کرده 39% زنان پیوسته و 51% گاه در حالت ترس و هراس از شوهران خود قرار دارند. این پرسش که در دایره تحقیقات طبی دموگرافی انجام شد 8000 خانواده از جمله 10000 زنان از 15 تا 49 ساله را فرا گرفته است. موضوع ترس و هراس زنان در بخش خشونت خانوادگی این پژوهش فراگیر شده است و اکثر زنانی که از شوهران خود میترسند گفتند هر عمل عادی آنها میتواند باعث رشک و غضب شوهر بشود. روای آنها را با دوگانه ها هم شوهران خشونت دارند و اکثر حالت آنها را به بی‌وفایی یا خیانت متهم میکنند.
محض همین هراس از شوهر و هم جامعه باعث آن است که اکثر زنان از مشکل خود و زورآوری در خانه جای شکایت نمیبرند. حتی زنانی هم که از حقوق خود آگاهند از ترس لط و کوب شدن مشکلات خود را از خانه بیرون نمیبرند. به باور جامعه شناسان زنان با درک حقوق و جایگاه خود در خانواده باید توانند احساس هراس را از خود دور کنند و راه درستی برای ماندن مناسبت سالم در خانواده را پیدا نمایند. خب بینندگان عزیز، اگر میخواهید در این باره معلوماتی بیشتر بگیرید پس به کانال ما بروید، آزادی ویدیو در یوتیوب، که در اونجا همکاران ما یک گزارش ویژه رو در این باره تهیه کردند و پیشنهاد شما نمودند. مقامات روسیه گفتند دو هواپیمای بمبانداز که به ونزوئلا رفتند دیگر باره به پایگاه خود به روسیه برگشتند. پرواز هواپیماهای جنگی که قادر به پرتاب بمب اتمی هستند از طرف امریکا و چند کشور دیگر تنقید شد. خبرگزاری دولتی تاس از قول وزارت دفاع روسیه روز 15 دکامبر گفت هواپیماهای دورپرواز تو 160 12,000 کیلومتر مسافت را طی کرده در هوا سوخت گرفتند. هواپیماهای جنگی روز 10 دکامبر در یک فرودگاه کنار شهر کاراکاس فرود آمدند و نگرانی اعضای سازمان کشورهای آمریکایی را برانگیختند. در فرانسه یک مرد افغان را دفن کردند که از جنگ و خونریزی از کشورش فرار کرد ولی از تیر یک افراطی در شهر استراسبورگ کشته شد. کمال نقشبند روز 11 دکامبر در نتیجه تیراندازی یک جوان 29 ساله در بازار ایدانه استراسبورگ به هلاکت رسید. این جوان قبل از تیراندازی الله اکبر فریاد کشیده و سپس به سمت مردم تیر انداخت. او برای تماشای بازار ایدانه کریسمس رفت و در پیش چشمای فرزندانش از تیر به هلاکت رسید، گفته است یکی از خویشاوندان کمال نقشبند به خبرگزاری فرانس پرس. کمال نقشبند را بعد مجروح شدن به بیمارستان بردند ولی او یک روز بعد از حادثه درگذشت. در مراسم جنازه کمال نقشبند در مسجد شهر استراسبورگ در روز 14 دکامبر صدها نفر شرکت کردند. کمال نقشبند برای عبادت به همین مسجد می آمده است. او در یک گاراژ در نزدیکی مسجد کار میکرد. بنا به گزارش و اطلاعی که در صفحه کمال نقشبند در فیسبوک است، او از شهر کابل بوده و در مزار شریف تحصیل کرده است. ماموران پلیس فرانسه گفتند که حمله‌ور شریف چیکت 29 ساله را روز 13 دکامبر هنگام مقاومت به پلیس در یکی از کوچه‌های استراسبورگ کشتند. گروه دولت اسلامی گفت که یکی از پیروان این سازمان افراطی حمله را انجام داده است. مقامات افغانستان و پاکستان و چین روز 15 دکامبر در شهر کابل جمع آمدند تا تجارت، رشد اقتصادی و مسائل امنیتی را بررسی کنند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت وزیران امور خارجه سه کشور سر از مسائل رشد اقتصادی منطقه تا به شیوه‌های مبارزه با تروریسم را بررسی می‌کنند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفت پاکستان و چین مشتاق دیدن صلح و رشد و رونق در افغانستان هستند. او قبل از سفرش به کابل به خبرنگاران گفت که به کابل پیامی صلح میبرد. امریکا و افغانستان میگویند پاکستان به جنگجویان طالب که به ضد نیروهای افغان و خارجی میجنگد کمک میکند. پاکستان میگوید این ایده‌ها اساس ندارند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفت کشورش هیچگاه بخش از فدراسیون روسیه نمی شود. روز 14 دکامبر هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر مینسک گفت استقلال برای کشورش مقدس است و افزود آرزوی آنهایی که میخواهند بلاروس را به منطقه جدا کرده به بخشای از روسیه تبدیل بدهند عملی نمی شود. از روی تهدید و تلاش برای به زانو درآوردن ما و زانوی خود را نهادن به قفس سینه ما هیچ نتیجه نمیدهد. ممکن شما این را درک کرده باشید. ما مردمی ثروتمند نیستیم و ثروتمندتر هم نمیشویم، گفت او. رئیس جمهوری بلاروس همسایه کشور عظیمش را تنقید کرد که میخواهد با استفاده از گاز و نفتش بلاروس را زیر فشار قرار بدهد و به قلمروش همراه کند. روسیه و بلاروس قراردادهای زیادی همکاری دارند ولی مینسک امکان نداده است که روسیه حضور نظامیش را در بلاروس تقویت بدهد. بین دو طرف گاهگاه سر تجارت هم جنجال و دعوا میخیزد. پارلمان قرقیزستان بعد اولین بررسی سندی را تصویب کرد که پرزیدنت‌های سابق را از حق مسئولیت محروم نموده و همین گونه راه را برای به جوابگری جنایی کشیدن رئیس جمهوری سابق المازبک اتنبایف باز می‌کند. بررسی طرح مذکور در زمانی صورت می‌گیرد که تنش و ماجراهای لفظی میان جنبک و المازبک اتنبایف رئیس جمهوری پیشین اوج گرفته است. دو نفر که یک زمان شریکان نزدیک بودند حالا مناسبت خوبی ندارند. دادگاه عالی قرقیزستان ماه اکتبر امسال قرار قبول کرد و گفت دارای
ادعای حق مسئولیت بودن پرزیدنت‌های سابق مخالف قانون اساسی است و آنها باید در برابر قانون مثل همه جوابگری داشته باشند. در چند ماه گذشته چند از سیاستمداران و وکیلان مردمی قرقیزستان خواستند که بعضی از قرارهایی را که المازبек اتمبایف هنگام در قدرت بودنش قبول کرد تفتیش کرده شود. بعضی از شریکان نزدیک او را هم با اتهام رشوه‌خوری دستگیر کردند. و برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان میگوید یک راننده در شهر دوشنبه 376 مرتبه قاعده های حرکت را رعایت نکرده است و یگان درم پول جریمه‌اش را هم نپرداخته است. بیانیه بازرسی را وزارت امور داخلی روز 15 دکبر نشر کرد. در آن آمده است بعضی از رانندگان خلق نظری ظاهر نموده جریمه های تعیین شده را سری وقت پرداخت نمیکنند. آنها اندیشه نمیکنند که ویران نمودن قاعده های حرکتی را باعث سر زدن حادثه های ناخوش گردیده به حیات خود و دیگران خطر جدی در پی دارد. در این بیانیه ماشین تمغه فورلند را مثال آوردند که به سرایست خواجگی کمونالی نویه اسماعیل سامونی تعلق داشته است. با گفته بازرسی دولتی اتومبیلی کامراهای نواربرداری شهر بخطر همچنین 178 مرتبه رعایت نشدن قاعده های حرکت در راه از طرف یک ساکن شهر دوشنبه را ثبت کردند و او هم جریمه نپرداخته است. بازرسی در این بیانیه از رانندگان خواسته است که جریمه ها را سری وقت بپردازند. خب بینندگان عزیز، این چند خبری بود که من خواستم با شما در میان بگذارم و باوری دارم که شما همیشه با رادیو آزادی خواهید بود و خبرهای از این بیشتر رو در وبسایت رادیو آزادی و همین گونه در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب پیگیری میکنید. روزی خوب میخواهیم و با رادیو آزادی بمانید.